دستگاهی که تو این آزمایشگاه تجهیز شده 6 دستگاه هستش که البته دستگاه خیلی بیشتری هم وجود داره تو حوزه نانو تکنولوژی. این 6 دستگاه در حوزه تولید نانو ذرات، تولید نانو رشته یا نانو الیاف، در حوزه تولید لایه‌های نازک نانومتری یا پوشش‌دهی نانومتری میتونه استفاده بشه. دستگاه‌های برای سنتز نانومواد و همگنسازی مواد استفاده میشه و همچنین برای آنالیز، یعنی دستگاه‌های آنالیز هستش که شما وقتی یک ماده رو می‌سازید می‌خواید تحلیل کنین، از این دستگاه‌ها میشه استفاده کرد. کاربردهای خیلی زیادی داره تو حوزه شیمی، فیزیک، پزشکی و دارورسانی و داروسازی. همه این دستگاه‌ها استفاده داره.